فضیلت قبر امام حسین رضی الله عنه از دیدگاه آخوند رافضی. واقعا آدم نمیدونه از کجا شروع کنه و کدومش را مطرح بکنه. رفتن به زیارت قبر ابی عبدالله همه گناهان انسان را پاک میکند. تعبیر اینجوری است که یوم ولدت که امک، بله، مثل روزی که مادرت متولدت میکنه. یا مثلا در روایت دارد که پیغمبر خدا ملکی را میفرستد به شخصی که زائر است و اعمالش تمام شده، خطاب میکند که پیغمبر سلامت رسانده فرموده استعنف العمل، عملت را از نو شروع کن. زیادی عمر انسان هست، زیادی روزی انسان هست مساوی است با 1000 حج و 1000 عمره، در بعضی روایات 100 حج و 100 عمره و اونقدر ثواب و فضیلت در باب زیارت قبر ابی عبدالله هست که خودش کتاب‌های مستقلی میطلبد. بینندگان محترم، مشاهده نمودید که این آخوند رافضی تمام فضیلت‌های وارده در مورد حج بیت الله را تحریف نموده و آن را به زیارت قبر امام حسین رضی الله عنه نسبت می‌دهد، بلکه شرم و حیا را کنار گذاشته و زیارت قبر امام حسین رضی الله عنه را با 1000 حج و 1000 عمره برابر می‌داند، در حالی که فضیلت‌های مذکور ویژه حج و زیارت کعبه مشرفه میباشد، چنان که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح و مشهوری که امام بخاری و امام مسلم روایت کردند می‌فرمایند: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. هر کس حج خانه کعبه را در حالی به جای آورد که در آن فسق و فجوری انجام ندهد، همانند روزی که از مادرش متولد شده باز می‌گردد، یعنی از گناهان پاک می‌شود. معمولاً اساس دین روافض بر این نهاده شده که ائمه اهل بیت را جایگزینی برای تمامی مقدسات اسلام قرار دهند و فضیلت‌های مقدسات اسلامی مانند کعبه، مسجد الحرام و روضه پیامبر صلی الله علیه و سلم را به آنها نسبت دهند تا از ارزش سرزمین وحی و توحید کاسته و ارزش اماکنی که در آن غیر الله را به فریاد می‌طلبند و به الله شرک می‌ورزند را در دل پیروان خیش افزایش دهند. لذا زیارت کربلا را به اندازه 1000 حج و عمره می‌دانند و بدین گونه دستورات و قوانین اسلام را به فراموشی سپرده و قبرها، گنبدها و آرامگاه‌ها را مورد اهتمام و عنایت ویژه قرار دادند. اگر شما به منابعی از رافضه که در زمینه مقبره‌ها و آرامگاه‌ها تألیف شده مراجعه کنید، با عجایب و انحرافات زیادی مواجه می‌شوید که از کتاب الله و راهنمایی‌های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کاملاً بدور میباشد. در کتاب منهاج الصالحین آیت الله خویی که یکی از مراجع تقلید بزرگ شیعه در این عصر بود چنین آمده است: مسئله 562 نماز خواندن در زیارتگاه‌های ائمه علیهم السلام مستحب است، بلکه گفته‌اند با فضیلت‌تر از نماز خواندن در مساجد میباشد و روایت شده است که نماز در کنار قبر علی علیه السلام برابر با 200,000 نماز می باشد و این در صورتی است که برای بیان مقام و منزلت حج الله متعال سوره ای را به همین نام نازل فرموده است، ولی هیچ آیه‌ای به نام کربلا یا مشهد وجود ندارد. پس چگونه بر الله متعال افترا می بندید؟